امروز اصلا در جنگ آلمان بسیار وزمین جنگ اطلاعاتی است. یک خبر میتواند که آلمان دولت رو بالا برد، یک خبر میتواند که دولت رو ناچیز کند. امروز حتما کوشش میکنند که از این سمت دو سمت بازی‌های سوم طرف است واسطه جنگ اندازی تو دولت است، دیگر چیزی نیست. ما اگر که با همسایه افغانستان یکم دشت هوا رو می داشتیم، خیلی تنگاش می آمد تعمیر میکرد می بودیم، دیگر گپ است. و این دایره هست که در اونجا تنگ و سویسته اگر ماشینی که دمو چی است بالای آب در باب می رود کو در این جراین دایره همون قدر گذراندن نمیشد. ما یکم پانتون نداریم، یکم جایی که گذراندن نداریم. همه این گپ ها از آسمان آمدگی تمام طولی همین دایره پنج از خودی بدخشان از خودی همون مرغاب حساب کرده تا خودی چه بینید هم مجا محکم است. در کجایی که مثال میگیریم گذرگاه است در اونجا این چنین سرحدبانوی خودی افغانستان است. ما با کجا باید تانکه این چیز تانکه چی نباشد در کیسه گرفته گذرانید یا که خیلی از ابچه افرامویل نباشد گرفته گذرانید. باید چنان بزمینی است که هر یک دیتالی باید تونه قطعی میبرید. ما دیوم ما در یک اونجا تانکه را تعمیر کرده نمیتونیم. ما چیزی که از در خود بوده روسیه تعمیر میکنن. ما زوادی 3 سالی تعمیر کنی تانک هم در جمهوری تاجیکستان نداریم، برقرار کنی هم نداریم، همه تان میتونید. این بسیار ما یکم جایی 3 سال عروج یا که سلاح هم نداریم، تانک از کجا داریم. ما چخیل باید مثال میگیریم دورش کندگی چیز شکستگی شبکت پردگی نه چخیل ما در اینجا گرفته برقرار میکنیم.